درود دوستای عزیزم، آرش خوشحال هستم در خدمت شما با یه ویدیوی دیگه. بچه ها این ویدیو یه خورده فرق میکنه و من امروز اومدم که یه کار جدیدتر بکنم توی این ویدیوهایی که داشتم نسبت به اون ویدیوها و یه ویدیو در مورد میکس به صورت کلی البته براتون آماده بکنم. بعد یه خوردم حرف دارم باهاتون. یه کاری دارم که از طرف دوستای عراقی به من سفارش داده شده. یه وکالی رو برای من فرستادم، طور که میبینید این وکال ویرایش نشده اصلا. یعنی من اومدم پیکاشو به وسیله اتوماسیون یا وکال رایدر گرفتم و نه حتی کوکش کردم. یه وکالی رو برای من فرستادن که خیلی هم بد بود، کوک هم نشده، فقط ظاهرا یک آتوتیون روش گذاشتن و خیلی جاهاش هم فالشه مثلا. و طموحات المستحيل همونطور که میبینید خیلی فالشه. جلوتر که یه جای دیگه اصلا یه چیز عجیبه. وجد حلم وطريق حات المستحيل ملا بله اینجا رو ببینید، ملا. اینا باید درست شه. اینا رو فقط روی صدایی که ضبط شده آتوتیون گذاشتم و فرستادن. من خودم توی کارا اول یه کوک ضمنی میکنم و بعد یه آتوتیون خیلی نرم با ریتیون اسپید خیلی پایین میذارم که اصلا وجود آتوتیون مشخص نباشه. خب بگذاریم بچه، یه کار داریم برای من فرستادن، معنیش هم نمیدونم چیه، ولی ظاهرا باید یه آهنگ شادی میشده که در مورد به قول معروف چی میگن، فارغ التحصیل شدن دانشگاه و این حرف هست. بریم یه تیکه از این کار من براتون میذارم، گوش بکنید. بعد میخوام راجع به میکس باهاتون یه صحبتایی بکنم. خب یه سری از دوستان مطمئنا از توی این ویدیو یه سری چیزا رو یاد میگیرن که احتمالا خیلی به دردشون میخوره، ولی یه سری‌ها ممکنه چیز خاصی هم متوجه نشن، ولی به هر حال دیدنش خالی از لطف نیست. بریم گوش بدیم یه تیکه از کارو. اینم بگم این کار دیروز من الان روز پنجشنبه است فکر کنم، 17 یا 18 دی ماه 402 و من دیروز این کارو گرفتم. دیروز همین ساعت تقریبا 4 بعد از ظهر، البته الان 5 و اینو توی این یک روز آماده کردم. خیلی یعنی میخوام بهتون بگم روش کار نکردم، یعنی امروز صبحم روش کار نکردم، فقط دیروز بعد از ظهر و همین 1-2 ساعتی که از ظهر گذشته امروز. سهر وطريق طويل. بچه اینا رو خوب نگاه کنید، این ویدیو رو اینجا واقعا جلو نزنید، چون میخوام یه چیزایی بهتون بگم راجع به مسئله میکس که برمیگرده در واقع مشکلش به تنظیم. اینا رو نگاه بکنید، بعد من یه سری چیزا در مورد این اتوماسیون ها و خیلی چیزای دیگه بعد بهتون بگم. بریم جلوترش. تا اینجا مثلا یه حالت یه کیک دارم با یه ساب بیس که یه حس تقریبا میتونم بگم مثلا 808 تولید کنم ازش. حالا یه چیزی، حالا چقدر موفق بودم تا یه حدی خواستم یه چیزی ما بین مثلا ترپ و پاپ با ریتم تریبال یا ریتم حالا لنگ در واقع بسازم که نه از اون ور پشت بوم بیفتم نه از این ور پشت بوم. کیک و بیس رو اگه گوش کنید متوجه میشید. از اینجا دیگه یه خورده میریم جلوتر، به پاساژها و اینا هم دقت بکنید و از اینجا دیگه کیکیه سره میشه و دیگه ساب بیس هم میره کنار و به جاش گیتار بیس میاد. جد حلم بعيد اصبر وترى ما تريد إلى يوم سعيد لتكون سعيد. ثابرنا درسنا وجبنا بزود النجاح يا دعوتهم. همینطوری میره جلوتر. بعد اینجا دیگه ترجیبندش تموم میشه. بعد کورس میریم توی اون اوورتور وسط. طالب بي للأبد
نو خب یه جایی هم اینجاها داره، میخوام بهتون بگم که توی تنظیم چه کارهایی میتونید بکنید. اینجا مثلا کیک دیگه اون اولویت خودش رو یه جورایی از دست میده، یعنی میره فقط یه ضربه نامنظمی میزنه و به جاش کلپ داریم، یعنی یه کلپ اینجوری ببینید از اینجا. شكرا إلك ربي شكرا أساتذتي شكرا إلك ربي شكرا أساتذتي شكرا لكل من وقف ويانا بالشدة باكر بهمتنا نكمل مسيرتنا باكر بهمتنا نكمل مسيرتنا. بچه‌ها این تنظیم هیچ چیزی نداره. خب یه دونه پده که تو کل کار هستش، به اضافه یه پیانو که داره آکوردا رو میگیره مثل دقیقاً پد. اودی که داریم اود لفت و رایتش کردم، یعنی 2 تا اود استفاده کردم، یکی ترکیش اود از یه کمپانی و یکیش هم ترکیش اود از یه کمپانی دیگه و 2 تا ملودی رو زدم و به چپ و راست پنشون کردم. اینا حالا دیگه کم کم میخوام در مورد میکس باهاتون صحبت بکنم. خب هیچ چیزی نداره، در طول آهنگم این اوده دیگه کار خاصی نمیکنه. یه گارمون داریم که فقط وسط اومده یه همراهی میکنه با اون پلاکایی که داریم. ببینید گارمون کجاست. خب که اینجوری میشه. ساب بیسی هم که گذاشتم ببینید، اگر دقت کنید یه حالتی لگاتو میشه، یعنی از این نوت میاد روی این نوت. این نوت حالا چیه؟ این نوت های پایینی که اینجا میبینید توی هر میزانی که هست در واقع همون فاصله هفتمه. ببینید این نوت پایمون 1 2 3 4 5 6 7 که میشه نوت سوم آکوردمون. خب پس اینا رو یادتون باشه. برای بیس نوشتن من معمولا همیشه نه، ولی معمولا از همین نوت پای فاصله سوم و فاصله هفتم که همون 3 نوت تشکیل دهنده آکوردهای پایه هستن و از اینا استفاده میکنم. خیلی هم ساده است. برای اینکه این حالت لگاتو پیدا بکنه ساب بیسم رو از پی VST بگم، پلاگین بگم، مال شرکت ویوزه. اسمشم بذارید ببینم، زیاد پلاگین و اینا دارم یادم نمیمونه بعضی وقتا. فلو موشن استوریو فکر میکنم این بود. آره فلو موشن. این مال ویوزه. اگر ورژنی که من روی سیستمم دارم ویوز 13 که اینم همراهش نصب میشه. این شکل کلی سینتیسایزرشه، اسیلیتوراش هستن و اینجا اگه کلیک کنید میرید داخلشون و میتونید اینجا کارهای دیگه بکنید. مثلا همین لگاتو و اینا رو میتونید اینجا بسازید که راحته. اینجا توی پلیفونی روی مونو گذاشتم و اینجا از 12 میارم روی 1. البته اینجا هم هستش. حالا این دقیقا من اولین بار با این استفاده کردم، دیروز اولین بار بود که اینو من وا کردم. کاری به این نداریم، بگذاریم. خب بچه من اگه یادتون باشه، اگر توی کانال من توی تلگرام بوده باشید، من قبلا گفتم آقا من به صورت جدی هنوز نیومدم میکس آموزش بدم، به این دلیل که یه سری از مشکلاتی که وجود داره مربوط به تنظیم میشه. حالا به چه شکل؟ منظور من از این حرف اینه که شما توی تنظیمتون معمولاً اشتباه میکنید که در میکس نمیتونید به نتیجه برسید. این رو دقت کنید. اگر تنظیم اوکی نباشه و شما برید هر چقدر دوره ببینید، هر چقدر آموزش ببینید و کاملا اصلا پلاگین ها رو بشناسید، همه چی رو بتونید یاد بگیرید، وقتی که میاد اون پروژه خودتون رو، اون تنظیم خودتون رو که اشتباه داشتید توش،
اون رو میکس بکنید به نتیجه نمیرسید و فکر میکنید روش میکستون اشتباهه. به خاطر همینه که میگم اول مشکل رو باید توی تنظیم حل بکنید. یکی از مشکلات اینه که بچه‌ها استفاده از صداهای بی‌کیفیت نکنید. خب VST ها اکثرا با کیفیتن، ولی نحوه استفاده از اینها هم شرطه. شما نمیتونید مثلا بیاید با VST بیاید استرینگ بسازید. خب استرینگ در حالت طبیعیش 8 تا 9 تا لاین داره و 8 9 لاین شما به وسیله استرینگ VST به صورت خیلی مصنوعی، خب وقتی که نوازنده ها دارن میزنن ساز زهی رو، مثلا ویالون رو در نظر بگیرید، وقتی که داره ساز میزنه لرزش های ایجاد میکنه، یه کش و قوسایی به اون نوتاش میده، یه لهجه‌ای به سازش میده که شما به وسیله VST ممکنه نتونید. خب خیلی‌ها نمیتونن، مگر اینکه حرفه‌ای باشید، ریبون کنترلر استفاده بکنید، بریس کنترلر استفاده بکنید و خودتون حرفه‌ای بتونید بزنید. ولی خب اکثر بچه‌ها نمیتونن این کارو بکنن. بنابراین استفاده از این نوع استرینگ زدن مثلا توی کار لزومی نداره. اگر هم زدید سعی کنید یه جوری بزنید که کثیف نباشه و خیلی هم بالا یا تو اولویت میکستون نباشه، یعنی بره پس میکس. از طرف دیگه شلوغ کردن بیش از حد تنظیم خودش یه ایراده. ببینید شما تنظیم رو اصلا پکیج میکس رو به عنوان یه جعبه ابزار بهش نگاه بکنید و صداهاتون رو به عنوان آچاراتون، یعنی پیچ گوشتی و میخ و چکش و آچارهای مختلف. شما یه سری ابزار دارید که باید بذارید داخل اون چی میگن یادم رفت، ابزاراتون رو باید بذارید توی اون جعبه ابزارتون. اگر درست نچینید این ابزار رو، یعنی مثلا تو جایی که باید آچار فرانسه‌تون رو بذارید بیاید توش مثلا میخ و پیچ پر کنید، خب جای آچار فرانسه دیگه اونجا جا نمیشه. اونورم که جای میخ و پیچ کوچولو بودش، شما باید پیچ و میخ رو میذاشی اون تو، ولی آچار فرانسه رو که نمیتونی اون تو جا کنی. بنابراین وقتی که اینا رو میچینی یا در این جعبه ابزارتون بسته نمیشه چون خوب توش نچیدید این تک تک این ابزار رو، یا اینکه باید یه سری ها رو بندازید بیرون، نمیتونید بذارید. یه پلاستیک باید بگیرید بقیه رو بریزید تو پلاستیک بندازید گوشه انباری. خب میکس هم همین جوریه. شما یه سری ابزار دارید، یه سری صدا دارید که مثل پیچ و میخ و چکش و پیچ گوشتی و آچار و اینجور چیزان، خب که الان من اینجا دارم، مثلا پد، پیانو، اودام، گارمون، استرینگ، ساب بیس، سینت، پاساژ، پلاک 1، پلاک 2 و حالا ریتما، کیک، شیکر، تنبورین، کرش، کلپ و غیره. من باید جوری توی این فضای میکس که همون جعبه ابزار من هست این صداها رو بچینم که به مشکل نخورم، یعنی صدا همه خوب جاشن و این دره بسته بشه، در این میکس بسته بشه و یه کار با کیفیت و خوشگل داشته باشم که هر کدوم جای خودشون صدا بدن. یکیشون سمت چپه، یکیشون سمت راسته، یکیشون عقب‌تره، یکی جلوتره، یکی بزرگتر بوده اولویت بیشتری داشته، یکی کوچیک‌تره بردیم زیر کف ریختیمش، بزرگا رو گذاشتیم روش. بنابراین باید به این نکات توجه بکنید. استفاده از صداهای با کیفیت، اگر سمپلی استفاده میکنید که کیفیت نداره، نویز توشه، خوب نیست، بذارید کنار، بگردید دنبال سمپل خوب. پره، الان پر سمپل‌های خوبه، هر چقدر بگردید در مورد سمپل بخواید جستجو بکنید میتونید کلی صدای خوب پیدا بکنید. مثلا کشمیرا، پکیج کشمیر یا ونجنسا، همشون خوبن. VST های مختلف، VST های معروف برای درام، برای سازهای مختلف. مثلا اگر شما پیانو بخواید، تا وقتی که کی اسکیپ آمنیسفیر وجود داره شما دیگه اصلا نیاز به داشتن پیانوی دیگه نمی کنید. شما دیگه نیاز نیستش اصلا برید پیانوهای دیگه نصب بکنید. من اینجا الان در کنارش مثلا ایزیکی هم دارم. ایزیکی پیانو معروفیه و XLN هم فکر کنم داشتم. به اضافه اون توی کانتکت هم پیانو دارم، ولی خب استفاده نمی کنم وقتی که این هست چون کیفیت خیلی خوبی داره. اینجا فقط بچه‌ها نگاه کنید توی این قسمت که نوشته پرفورمنس، شما یه سری نوشته ریل نویز، پدال نویز، ولو سنس.
اینا صدای پدال و اینجور چیزاست که میتونید اینا رو هم کم کنید. اگر کارتون شلوغه اینا رو بردارید، چون شنیده نمیشن، فقط توی کارتون کثیفی ایجاد میکنن. ولی اگه کار خلوت، مثلا یه پیانو با یه وکال، شما میتونید اینو به اندازه دلخواه استفاده بکنید که حالا اون صدای فشار دادن پدال و اینا هم توی کار باشه که یه خورده حس طبیعی تر به کارتون بده. خب بریم الان یه نگاه کلی بکنیم ببینیم من چجوری میکسش کردم. بچه به ترتیب اولویت من شروع به میکس میکنم. خب بهترین راه اینه که خب اولی مرحله لولینگه. من میگم این کار دیروز زدم تا امروز و برای اینکه این الان ماکتیه که من باید تحویل اون مشتری خودم بدم. بهترین کار اینه که تمام این لول ها رو بگیرید خب و همه رو با هم در میکس بکشید بیارید پایین و بذارید روی 0. خب و بعد دونه دونه ببینید و بعد بیاید مثلا دونه دونه شروع کنید به میکس کردن. اول با کیک، بعد با بیس، بعد وکال و بعد دوباره برمیگردید اجزای درامتون، بعد دیگه میمونه اینسترومنت ها. اینم بهتون بگم باز یکی دیگه از کارهایی که الان اشتباهه و من انجام ندادم، همونطور که میبینید من لاین میدی من اینجا هستش. خب آکوردام، ملودیام همش به صورت میدیه، یعنی من خروجی ویو از اینا نگرفتم بیام میکس بکنم. گرفتن خروجی ویو خیلی خوبه بچه ها، فقط دلیلش این نیستش که سیستممون ممکنه نکشه و ما مجبور بشیم خروجی ویو بگیریم. به این دلیل نیستش که خروجی ویو میگیرم برای میکس، به این دلیل هستش که وقتی شما خروجی ویو میگیرید در واقع این شکل ویو فرکانس های خودتون رو میبینید. خب من وقتی که این وکال اگر اینجوری نبود و اینجوری مثل این میدی بود، من نمیفهمیدم که توی این قسمت پیک دارم، نمیفهمیدم اینجا مثلا پیک دارم، نمیفهمیدم اینجاها مثلا پیک دارم. خب بنابراین سعی کنید حتما توی میکس کردن مثل من عمل نکنید. این چون یه کاریه که خیلی بر من مهم نیست و از طرفی هم عجله‌ایه و اینم ماکته، من خروجی نگرفتم بیام بشینم روی ویوش میکس بکنم. اینم یه نکته یادتون باشه حتما ویو بگیرید. دیگه راجع به مرتب کردن میکسر اصلا حرفی من نمیزنم، چون دیگه اصلا از بدیهیاته، یه چیزیه که باید انجام بدید. برای مرتب کردنم اینو بهتون میگم همون در حین تنظیم پروژهتون عمل باید بکنید. یه 4 تا باس ترک همیشه اصلی باید داشته باشید. یه دونه درام باس، یه دونه اینسترومنت باس، یه دونه وکال باس و یه دونه هم FX باس. FX باس چیه؟ دیلی و ریورب. ریوربی که اینجا برای اینسترومنت ها هست ببینید اومده تو باس FX، ریوربی که برای درام هست اومده تو باس FX و از اینجا رفته. حالا من توی این باس FX چی کار کردم؟ اومدم یک اگزایتر گذاشتم. اینا بچه ها نکاتیه که شاید خیلی ها نمیگن یا شاید هم نمیدونن، به هر حال من روشم اینه. یه اگزایتر از اوزون گذاشتم، فاصله میدرنج یعنی از 250 تا 7000 رو کات کردم و اینجا روی حالت میدو ساید گذاشتم. اینجا یه دکمه است میزنید روی استریو میتونه باشه یا روی میدو ساید. خب روی میدو ساید گذاشتم و بعد اومدم روی ساید. ببینید اگر رو مید برید اینجا 0، بعد اومدم روی ساید این میدرنجم و یه خورده بهش ساید دادم 4/6. به این عدد اصلا توجه نکنید، ممکنه توی یه کاری من بهش 5 تا بدم، ممکنه توی یه کاری یه دونه بدم یا اصلا توی یه کاری ندم. خب ولی معمولا انجامش میدم حالا به میزان مختلف. پس این هم یه چیز دیگه، یعنی تمام دیلی ها و ریورب هایی که توی کارتون استفاده شده میتونید لینکشون کنید به یک در واقع لینک نه روت کنید به یک باس ترک و از باس ترک بره توی لاین مسترتون. البته من به خاطر اینکه یک جایی میخواستم صداها رو قطع کنم، یعنی صدا به صورت کامل قطع بشه و من دونه دونه نرم تمام لاینا رو قطع بکنم، یه پریمستر گذاشتم اینجا که اگر احیانا نیازی داشتم جایی صدا رو قطع کنم، مثل اینجا ببینید من وکال برمیدارم، این پاساژرم برمیدارم، نگاه کنید. خب این یکی هم بعد بردارم، ببینید این یه دونه فقط سینتی که اینجا پاساژ میزنه این فقط رفته تو پریمستر، ولی بقیهشون همه اینا رفتن توی خود همین لاین اینسترومنت. ببینید
من اینو الان قطعش میکنم. چی شد؟ آها ببینید برای اینکه صدای سازان مثلا پد و اینا نره توی این تیکه‌ای که میخوام سکوت باشه، اومدم همینطور که میبینید لاین اینسترومنت باسم رو، یعنی این رو ببینید، اینو نگاه کنید میاد پایین و میره بالا. حالا اگه این اتفاق نیفته تو این قسمتی که من میخواستم سکوت باشه، صدای پد و اینا دیکیشون ادامه پیدا میکرد، اون ریلیزشون ادامه پیدا میکرد. نگاه کنید صدا داریم و من نمیخواستم این صدا رو داشته باشیم. یه دور دیگه میذارم قبل و بعدشو. این قبلشه، حالا بعدش. خب اینا همه تکنیک‌های ترانزیشنه. من یه ویدیو در مورد ترانزیشن 1-2 سال پیش آماده کرده بودم، توی کانالم گذاشتم. اونجا توی یه کاری به میزان اغراق شده ای اومدم از ترانزیشن‌ها استفاده کردم توی یه کار خیلی معمولی و ماکت که فقط نشون بدم چه کارهایی میتونید بکنید. خب برای شروع میکس من از کیک شروع کردم و لول درستمو گذاشتم. خب برای اینکه لولم درست باشه بچه‌ها ببینید یه فروتی دی بی میتر من گذاشتم اینجا که توی اف ال استودیو هست. اگر از نرم افزار دیگه ای استفاده میکنید میتونید از چیزهای دیگه بردارید. معمولا همه کلی پلاگین دارن، کافیه توی براوزرتون سرچ بکنید میتر و کلی میتر میاد. مثلا BX میتر هست، پاز آنالایزر هست، این پاز خود میتر پازم داره، مال ویوزه میبینید و خیلی زیاده دیگه. من وارد این مسائل که پیش رو افتاده نمیشم. به هر حال من اینو برداشتم پاز گذاشتم اشتباها. خب حالا اصلا با همین میریم. اینو برداشتم گذاشتم اینجا، با کیک شروع کردم. نگاه کنید بچه پیک من کجاست. ببینید من روی 6 نگه داشتم. فکر میکنم خیلیاتون شنیدید که آقا روی منفی 6 میکستو نگه دار یا روی منفی 6 ببند و شاید دلیلش رو ندونید. بچه ما نهایتا توی میکسمون توی دنیای دیجیتال یه نقطه صفر داریم که صدامون از صفر بالاتر نباید بره. اگر بره بالاتر از صفر دیستورت میشه. ما در مرحله میکس باید یه فاصله ای رو با اون صفر رعایت بکنیم. یعنی مثلا اینجا 6 تا صفر. حالا این میترش خیلی کوچولو زده، بذارید من خود مال اف ال استودیو رو باز کنم، اونجا بهتر میتونم بهتون بگم. خب این میتر اف ال استودیو بزرگش کنم. بچه ببینید اگر دقت کنید اینجا منفی 6 و این صفر. صفر نهایت جاییه که ما میتونیم صدامون رو تا اونجا بیاریم بالا. یعنی لاودنس نهایی ما میاد سقف صدامون میخوره، یعنی اوج صدامون رو سقف صفره. خب ما روی 6 میایم میکسمون رو میبندیم. البته میگیم روی 6، ما با 6 شروع میکنیم، احتمالا اینجا ممکنه تا مثلا 3 هم بیاد، تا منفی 3 هم بیاد، ولی یه 3-4 دی بی هدروم برای مسترینگ کنار میذاریم. چرا؟ چون توی مسترینگ ما نیاز داریم که یه سری کارا بکنیم. ممکنه کمپرس بکنیم، مثلا یه افزایش گینی به هر حال داریم، میتونیم مثلا به وسیله اکسایتر میتونیم استفاده بکنیم، میتونیم نمیدونم از تیپ ماشینا استفاده بکنیم و هر کدوم از این پلاگینا ممکنه یه گینی به ما بدن توی کار که این گین اگر هدروم نداشته باشید خب به اون صفر میچسبه دیگه اجازه نمیده شما از پلاگین بعدیت استفاده بکنی. به خاطر همین این منفی 6 که میگن فاصله هدرومه، یعنی شما منفی 6 دی بی هنوز جا داری که صداتو ببری بالاتر. پس این از این. خب کیکو نگاه بکنید، اینو الان من بزرگش کردم قشنگ دیگه بهتون نشون میده. کیکو نگاه کنید کجا نگه داشتم. حالا داره با این میزنه. همونطور که میبینید یک کم کمتر از منفی 6 که اینجا باشه، کیک من پیکش کلا اونجاست. خب و بعد دونه دونه رفتم جلو. بعد از کیکم رفتم سراغ بیسم. میبینید بچه همچنان از منفی 6 بالاتر نزده، به خاطر اینکه من کارهایی که توش انجام دادم که حالا جلوتر بهش میرسیم. من فعلا فقط میخوام در مورد لول کار صحبت بکنم. ولی توی ساب بیسم اینجا یه کوچولو از منفی 6 زد بالاتر. ببینید میبینید یک کوچولو
با اینکه صداش شاید کمتر از صدای خود بیس گیتار بیس هم باشه، ولی در واقع داره به من نشون میده که از لحاظ گین بیشتری داره توی میتر. ببین این کیک با بیسی که به شدت داره میزنه، بعد برمیگردیم عقب‌تر نگاه بکنید چجوری میشه. حالا ساب بیس ببینید رفت بالاتر، وقتی کیک میزنه میره بالاتر. خب این اتفاق به خاطر میفته که کیک و اون اجزایی که بیس موزیکتون رو دارن، بیس منظورم پایه نیست، فضای بیس، فضای لو فرکانسیتون با هم تداخل فرکانسی دارن و ماسکینگ اتفاق میفته وقتی صداشون میفته رو هم و ناخودآگاه یه خورده افزایش گین دارین. سعی میکنیم که یه خورده مثلا از این تداخل کم بکنیم، ولی در نهایت نمیشه که کمش کرد. و بعد از این که من بیسم رو لول کردم، رفتم سراغ وکال. بعدم بهتون میگم که من از کیکم سایت چین کردم به وکال، یعنی به به بیس. اینا رو حالا بعد بهتون میگم راجبش. بعد اومدم سراغ وکال و باز شما به این دی بی میتر که اینجا قایم شده نگاه بکنید. میذارم اینجا. وخطونا الخطوة بسم الله عبرنا الألف ميل لا يوجد حلم بعيد. ببینید بچه وکال من الان از 6 زده بالاتر. خب من یه کوچولو باز کمش میکنم. الان توی این میکسی که کردم یه خورده بلنده. لا يوجد حلم بعيد اصبر وترى ما. الان خیلی با هم در چی میگن نظم هستن، یعنی کیک دقیقاً همونطور که باید صدا میده، بیس همونطور که باید صدا میده و وکال هم به همون اندازه. هیچ کدومشون بیرون از اون یکی نیست، کاملا توی همن. بعد از اینکه بچه‌ها کیکم رو اول، بیسم رو دوم و سوم، وکالم رو لول کردم، اینم بهتون بگم لول کردم با گین استیجینگ فرق میکنه بچه‌ها. گین استیجینگ یه داستان دیگه است، لول یه داستان دیگه است. لولینگی که ما توی میکسر میکنیم هیچ ربطی به گین استیجینگ نداره. اینم از من داشته باشید. خب بعد از کیک، بیس و وکال میرید سراغ اجزای درامتون. خب توی درام ها کدوم ها مهمترن؟ معمولا اسنیر ها خیلی مهمن. خب من یه لوپ اسنیر دارم اینجا. المستحيل. بچه این لوپ ها رو میبینید خیلی خوشگله. مثلا این لوپ اسنیر رو ببینید، حالا اسنیر کامل هم نیست ولی شبیه به اسنیر. لوپش رو ببینید، خیلی شبیه لوپایی که معین راهبر مثلا توی کاراش استفاده میکنه. اگر دقت کرده باشید توی میکساش، توی تنظیمایی که میزنه، از این جنس صدا معین راهبر بیشتر از همه استفاده میکنه. این جنس صداها رو و تمام این مثلا این چیه؟ ببینید این پرکاشن لوپه. خب اینا رو من کجا آوردم؟ از سایت ترانه ساز یک پکیجی هستش به نام DA Production Universal Tribal 4 یا 4. توی این پکیج شما این صداهای تریبال یا لنگ رو دارید، خیلی هم خوشگلن. یه حالت تراپی با ریتم لنگ دارن، توشون خیلی چیزا هست که به دردتون میخوره. البته من از کیک های این استفاده نکردم. به هر حال الان دیگه دوره‌ایه که پر از لوپ و سمپل های باحاله که میتونید استفاده بکنید. اینم بهتون گفتم بس چیه. بعد از این رفتم که کیک، بیس و وکال رو لول کردم، رفتم سراغ لوپ اسنیرم. بعد از این لوپ پرکاشنم. بعد از این کلپ اسنیر، چیز دیگه ای هم اگر داشته باز من یه کلپ دارم. بچه این کلپیه که من اون جلوتر استفاده کردم به عنوان ریتم اصلی. ببینید تا قبل از اینکه
بیاین توی این قسمت اینجا رو ببینید، همونطور که ببینید ویو شیپشون رو ببینید رو -2.2. من اینجوری زیادشون کردم خب، ولی قبلتر توی کل کارم هستن ولی با صدای کمتر، -12 و 6. اون رو -2، این رو -12. اینم بهتون گفتم، این کمک میکنه به ریتمیک تر کردن کار، مخصوصا جاهایی که کیک داره 4 ضربه میزنه. ببینید كلنا بالله وقلنا يا رب علي. این اگر نباشه، حالا من وکال قطع میکنم این اگر نباشه شاید پانچ کیکمون، درست کیک پانچیه ولی باز کمتر باشه. الان من بدون کلپ میذارم. اینم بهتون بگم توی این لاین کلپ داریم، میبینید؟ یعنی اینم داره کمک میکنه ولی من با وجود این باز برداشتم گذاشتم. ببینید این کیک من بود بدون کلپ و الان با کلپ. دیدید چقدر همین حرکت کوچیک تونست به پانچی بودن کیک کمک بکنه. ببینید این نکاتیه که بهتون میگم توی تنظیم بعد مشکلتون رو برطرف کنید تا بیایید برسید به میکس. و بعد از این کلپ یه کلپ 2 دارم، نمیدونم چیه کلپ 2. کلپ 2 ها اینجاست. این کلپ 2 روی ضرب چندم زده؟ روی ضرب دوم و چهارم میزنه. وفقنا ونسجد فرحة ما. بعد از این خب معمولا پاساژ دراما ها خیلی مهم هستن. اومدم رو پاساژ دراما. توكلنا. این چه نفسی کشیده اینجا، این نفسه رو بگیرم. کارو قهوه‌ای کرد یه جورایی. خب توكلنا بالله وقلنا يا باز دوباره جلوتر پاساژ دیگه. سيدي. شكرا إلك ربي دوباره نبي الشدة باكر. خب اینم پاساژا. بعد یه اسکریم داریم که همون جیغه، این همین جیغ معروف است دیگه. نبي الشدة باكر. این اتفاقا خودم نداشتم، دنبالش بودم و به بچه ها تو کانال گفتم. یکی از بچه ها برام فرستاد، واقعا لطف کرد و فکر میکنم اولین جایی هم هستش که دارم ازش استفاده میکنم. فکر کنم 1 سال پیش برام فرستاده بودن. یه تنبورین داریم که اونم دقیقا مثل کلپی که من روی کیک گذاشتم، اونم داره با کیک میزنه، چون میخواستم باز کیکم پانچتر باشه. باكر بهمتنا نكمل مس. میبینید همینطوری شاید صدای خوشگلی نباشه ولی وقتی که مجموع رو با هم میبینید میتونید به نتیجه برسید. یه کرش داریم که هیچی و یه شیکر داریم که شیکر هم از لوپ ساخته خودمه، یعنی از لوپ هایی که خودم ساخته بودم. اینجا آره اینا. از این شیکر استفاده کردم. این چیزای دیگه خب بگذاریم. شیکر هم بعد اومدم اوکی کردم، درامم تکمیل شد. باكر بهمتنا نكمل مسيرتنا. این از این. و بعد میام توی اینسترومنت لاینم. خب اولین چیزی که مهمه اون چیزی که سولو میزنه. خب اودی که شروع کار بود به اندازه وکال مهمه، اون چیزی که سولو میزنه. گوش بدیم. بچه ها نگاه کنید، من بهتون گفتم از 2 تا صدای بانک کانتکت استفاده کردم برای اود، یعنی یکی رو از یک کمپانی دیگه و یکی رو باز از کمپانی دیگه. و یه کاری هم یادم رفت بکنم. ببینید چرا این کاری کردم؟ به خاطر اینکه من مثلا میخواستم یه فضا ایجاد کنم که انگار این اود 2 بار ضبط شده و 2 تا دقیقا عین هم نباشه. اگه قرار باشه من یه VST استفاده بکنم و صداها عین هم باشه، همه چیشون مثل هم باشه، با هم ضربه بزنن، یکی رو بدم چپ یکی رو بدم راست، اصلا اتفاقی نمیفته، باز هم وسط انگار میشه مونو. ولی من می‌خواستم حالت استریو بهشون بدم. الان یه کاری که نکرده بودم، میام تو یکی از این اودایی که دارم با نگه داشتن آلت یه کوچولو فاصله زمانی ایجاد میکنم، مثلا اینو میدم دیرتر. ای وای. خب الان این 2 تا اود دارن
این هم نمیزنن. این یکیه رو ببینید تو یه اکتاو بالاتره، دقیقاً روی میزان. این یکیه نه، یک کوچولو فاصله داره. هرچند که ساز اگر ساز اصلی باشه اصلا کلا تو 100 تا نوت شاید 5 تاش دقیقاً سر میزان باشه. هر چقدر شما بتونید اینا رو مثلا یک کوچولو بیاید از حالت کوانتایز 100% خارج بکنید، کمک میکنه بهتون که یه حس طبیعی تری داشته باشید. چجوری؟ شیفت رو نگه میدارید روی اینا در حالتی که بزرگ کردید. مثلا اینا رو یه کوچولو به هم میریزید، یکی رو میدید عقب‌تر، یکی رو میدید جلوتر از این کارا دیگه. حالا من حال و حوصله این کارو نداشتم توی این کار. خب اودمون رو لول کردم. ببینید دو تا VST، یکیش مجبور شدم برای اینکه صداها توی یه اکتاو باشه یکی رو بدم یه اکتاو بالاتر، یکی هم یه اکتاو پایینتر. ببینید اود چپم توی این اکتاو چی شد؟ فکر کنم این ویدیو یه خورده طولانی بشه. خب ببینید توی این اکتاو، ولی وقتی میرم رو اود راستم میره توی اکتاو بالایی، به خاطر اینکه صداشون ولی تو VST ها فرق میکنه دیگه. روی هم رفته شد این. خب من یه کار میکنم، این VST ها یه خورده کلن به صورت طبیعی چیز دارن، یعنی یه کوچولو خودشون دیر میزنن. من یه کوچولو اینو میارم عقب‌تر که این شل یه جورایی خارج از ریتم شنیده نشه. خب اودمو درست کردم. بعد از اود توی اینا توی همین قسمت سولو پلاک دارم، دو تا هم دارم. هر دوتا رو گذاشتم اینجا، یکیشون رو فقط سایدچین بهشون دادم، هر الان راجع به اینا نمیخوام صحبت بکنیم. ولی این بچه‌ها بهتون گفته بودم یه 4 تا ساب ترک بعد درست بکنید، یعنی باس ترک بعد درست بکنید. توی اینها هم باید شما یه سری باس ترک داشته باشید. یعنی من الان 2 تا اود دارم، این 2 تا اود رو ببینید رفتن توی یه باس دیگه به نام اود و پلاکام 2 تاست، هر 2 تاش رفته توی باس دیگه به نام پلاک باس. بیسام همونطور که بهتون گفتم یه ساب بیس داشتم و یه گیتار بیس، هر 2 تاشون دادم توی باس چه مسخره، باس توی باسه و بیس باسه و بعد از این بیس باس رفته توی اینسترومنت. ببینید اینجا 2 تا پلاکام رفتن توی پلاک باس و بعد رفتن توی اینسترومنت و بعد از اینجا از اینسترومنت رفتن توی پری مستر و از پری مستر رفتن توی مستر. یه خورده گیج نشید این 4 تا بهتون گفته بودم، این 4 تا فقط حق دارن برن تو مستر اگر که شما پری مستر نداشته باشید. من هنوزم پری مستر به کارم نیومده، اصلا اینو فراموش کنید، فکر کنید اصلا نداریم. بریم سراغ همین 4 تا. ببینید این 4 تا فقط حق دارن برن توی مستقیم وصلشن برن به مسترینگ، یعنی اینجا. خب این 4 تا فقط میتونن وصلشن، اون باسرک‌های اصلی. باقی صداها باید وصلشن به این باسترک ها و داخل اینسترومنت ها، داخل وکال ها، مثلا شما یه وکال دارید سولوه، بعد هارمونی دارید، مثلا یه فاصله 3 بالا، یه اکتاو بالا، یا یه 3 پایین، 2-3 تا هارمونی دارید. دوباره بعد اینجا مثلا این سولوه رفته توی وکال باس، بعد شما اینجا مثلا یه کریت گروپ بعد بزنید، مثلا هارمونی باس. خب مثلا حالا سفیدش میکنم و بعد مثلا اینا رو مثلا 2-3 تا صدا دارید، اینا رو روت کنید به این هارمونیه و این هارمونیه بیاد بره توی وکال باس. امیدوارم متوجه شده باشید، خیلی سخت نیست. بعد از اینکه اود رو درست کردم میرم سراغ پلاک. البته بچه من دیگه خیلی فکر کنم گسترده میشه، من دیگه راجع به این جزئیاتی که مثلا توی خود این پلاگینا و تغییراتی که ایجاد کردم دیگه نمیام حرف خاصی بزنم. مثلا اینجا توی این یه سری رو دیلی ریورب کار کردم، دیگه راجع به اینا دیگه حرف نزنم، فکر کنم دیگه خیلی پیچیده و اضافه بر سازمان باشه. بعد از این یه گارمون دارم، باز اون توی وسط کمک کننده پلاکه. بذات همینجا هم بهتون بگم مثلا از چه VST هایی استفاده کردم، اینم میتونه خیلیا میدونم سوال براتون شه. مثلا برای گارمون از نکسوس 4 استفاده کردم. توی بخش رید که میاید یه دونه داره، خیلی هم ریز نوشته، هارمونیوم REG 1/2 2/3.
این صداست. برای اودام که بهتون نشون دادم، واسه پلاک هامم یه دونش از سایلنت وان استفاده کردم، یه دونم از اسپایر استفاده کردم. خب بعد از گارمون میبینیم چه چیزایی داریم. یه استرینگ داریم، یه سینت پاساژ داریم. این سینت پاساژ این اینجاست. اینم ببین بچه ها، این سینت پاساژه اگر تک بتونیم پخشش بکنیم از چپ میاد به راست. اینجا رو نگاه بکنید، این قسمت رو به این شکل. بذارید من اینو یکم اینجوری کنم چون راستش انگار بیشتره. خب اینم از این. نوع کوانتایزم همون نوع بستکیه. بعد از این استرینگ داشتم که همراه با وکال میزنم. یه استرینگ عربی طوره. اگر بخوایم تک بشنویمش که نمیشه، همه چی به هم میرزه تا الان هر کار کردیم. ببینید این اسمش هم Ultimate Pro Oriental String، مال بانک کانتکت. چیز مالی هم نیست ولی خب حالا دیگه مثلا باشه چیزی درست کردیم. حالت لگاتوشو من فعال کردم اینجا تو قسمت مونومود، گذاشتمش روی لگاتو، چون اگه نذارید دو تا نوت با هم بگیرید میزنن، ولی وقتی که لگاتو میشه یه نوت که میاد زیر نوت دیگه صدای نوت دوم پخش میشه. خب استرینگ هم اوکی کردم دیگه، چیزی نمونده دیگه. موند یه دونه پیانو کورد که البته صداش خیلی بلنده توی این میکس، بعد باز کمش کنم. یه کوچولو کمش کردم. بچه‌ها بهتون گفتم بعد تو این جعبه ابزار جا کنید صداتون رو. ما چه فضاهایی داریم؟ فضای استریو داریم که چپ و راست و عقب و جلوست. فضای فرکانسی داریم که با اکولایزر و داینامیکشون هم که کنترل میکنیم. حالا اونایی که نیاز داشته باشن، همه تو همه لاینا از کمپرسور استفاده نمیکنم من. ببینید پیانو کورد رو 22 تا پنگ کردم به چپ و به جاش استرینگ رو 22 تا پنگ کردم به راست. خب سعی کردم حالا دو تا صدایی که نسبتا شبیه هم هستن و با هم دارن یه نقشی رو ایفا میکنن، هرچند که پیانو یه خورده نقشش بیشتر، یعنی یه جایی ما استرینگ نداریم پیانو داریم، ولی پیانوی کلا یه خورده لولش پایین‌تره. یکی رو یک کوچولو دادم چپ، یکی رو یک کوچولو دادم راست. اوت هام هم چون دوتا بودن کاملا یکی رو دادم چپ، اون یکی هم تا ته دادم راست. بعد از اینم که پیانو رو اوکی کردم، یه پد دارم. پدم صداش بردم بالا از صفر و توی این مرحله بچه‌ها میخوام ریورب هامو اضافه کنم، یعنی از این مرحله به بعد من ریورب میذارم. ریورب ها رو بذارید باز کنم. اولین ریوربی که هستش ریورب مربوط به درام باس هم هست که سولو کنم. مال این کلپ 2. خب ببینید این مدل اتوماسیون رو گوش کنید، به کلپ گوش کنید. میبینید کلپ دومم ریورب خیلی سنگینی داره. اگه نباشه آقا نباش دیگه، من خاموشش کردم نباشی. ببین اگه نباشه میشه این. خب چیکار میکردیم؟ من اومدم به وسیله اتوماسیون روی کلپ دوم هر میزان که روی ضرب چهارم اون میزانه یه ریورب خیلی سنگینی گذاشتم. اینجا رو نگاه بکنید، توی این قسمت این اتوماسیون تأثیرش رو میبینید. خب این از اولین ریوربم. از ریورب برای فضا سازی توی کارتون میتونید استفاده بکنید دیگه. کارو از اون یه شکل بودن و خسته کننده بودنش در میاره. شاید اونی که میشنوه توجه به این نکنه که آقا این ریورب اینجا چه اتفاق عجیبی
ولی توی ناخودآگاهش این به خاطر بازی کردن این صداها با هم یه خورده باعث ایجاد تنوع و بهتر شدن کار میشه. هم یه کار کوچیک چقدر تاثیر توی ریتم داشت. دومین ریوربی که داریم مربوط به اودهامون هست. البته اودهامون توی خود VST ریوربی داشتن، ولی خب من اون ریورب اونا رو کم نکردم، گذاشتم باشه و به جاشون یه ریورب کمکی هم از اینجا بهشون دادم، یعنی شد 2 تا ریورب رو هم. ببینید این 2 تا رو بذارید ریورب رو میبینید. خب پلاک هم خودشون توی سینتیسایزر ریورباشون از همونجا کنترل کردم که حالا دیگه اونا دیگه بحث ما نیستش. ریورب بعدی ریورب وکاله. بچه ریوربو به تنهایی نمیدیم، یعنی مثلا من نمیام بیام مثلا سولو کنم وکالمو اینجوری بعد بشینم بهش ریورب بدم. سهر و طریق طویل. این هم هستش. ببینید این اتوماسیون هم که اینجا دادم به خاطر اینکه اینجا این میخونه یه تیکه فاصله داره که این فاصله ریوربه مثلا توش جا میشد. من یه دیلی تکرارش جا میشد. من یه دیلی که فقط یک بار تکرار میکنه، فیدبکش رو ببینید روی 4 گذاشتم که مثلا 0 4 حالت طبیعی فکر کنم مثلا یه چیز اینجوری 50 60، ولی من روی یعنی 2 3 اینجوری میتونید بذارید که یک بار تکرار بشه و اتوماسیون میشه. ببینید دقیقاً روی اون قسمتی که میخوام ریورب اعمال بشه که اینجاست و طریق طویل. حالا دیگه بعد از این دوباره دیلی اتفاق نمیفته. ببینید برمیگرده رو 0. این پایینه، ببینید این نقطه پایینه. دوباره از اینجا دیلی تاثیر میذاره. ببینید و طموحات المستحیل. حاتیل مستطیل. خب دیلی و ریورب رو اینجوری نمیدن. خب باید توی کلیت کار توی میکستون بشنوید که چه مقداری باید ریورب بدید. بنابراین در حالی که همه صداها رو دارید گوش میدید به وکالتون ریورب میدید. اینم بهتون بگم ما تا الان فرض میکنیم که هیچ نه اصلا صدامو داره ضبط میکنه. فرض میکنیم که هیچ ریوربی تا اینجای کار نداشتیم. خب و فقط چیز کردیم، لول بندی کردیم و هیچ پلاگینی هم نذاشتیم، نه کمپرس کردیم، نه اکولایز کردیم، نه هیچ. میخوام بهتون روند کارو بگم. ولی روی اینا پلاگین هستش ولی شروع میکس اونطوری بودش. خب با شنیدن همه اینا ریورب دادم که من اون ریورب و دیلی که اندازه‌ای که نیاز داشتم این مقدار بود. و طموحات المستحیل. خب بچه من تو 99% مواقع دیلی و ریورب رو به صورت سند میدم، یعنی به صورت اینسرت نمیدم. نمیام رو خود وکال مثلا یه اسمایل باز کنم. یعنی اگرم بخوام این کارو کنم از همین اسمایل استفاده میکنم. اونم برای چی؟ بذارید یه نکته هم اینجا بهتون بگم. مثلا وکال گوش بدیم. مثلا برای مواقعی که میخواید وکالتون محو شه. ببینید شکرا الک ربی، شکرا اساتذتی، شکرا الک ربی، شکرا. این برای مثلا آخر ترک خیلی استفاده میکنم تو کارام. از اینو برمیدارم میذارم توی پری مستر یا اصلا خود لاین مستر و کل موزیک هم اونجوری میکنم. حالا اگر میخواید ببینید این داستانش چیه بذارید اینجا یه حرکت رو بکنیم ببینیم بهتون نشون بدم. اینجا میخواستم بهتون بگم که من ریورب رو به صورت اینسرت هیچ موقع نمیذارم و معمولا از والهالا وینتیج ورب استفاده میکنم. خب اون حرکت رو میخوام بهتون بگم. آخر موزیکه، من میخوام موزیکم آخرش بره توی فید که نه، یه جوری بره تو عمق، بره کلا تو ریورب. و این کاری که میکنید صدا ریورب یه خورده آزاردهنده است. یعنی بعد از اینکه این کارو کردید حتما
ولوم اون لاین، حالا مستر اگه هست یا پری مستر هست، رو هم این تیکر رو اتوماسیون کنید، یک کوچولو بیارید پایین، ولی کلیتش اینجوری میشه. ببینید نبني موطننا ويظل يتفاخر بولده نبني موطننا این تکنیک رو بچه خیلی استفاده میکنم، منتها این چون صداش خیلی تیز و بده برای این کار به درد نمیخوره. میگم وقتی اونجوری میکنید خیلی آزاردهنده میشه، باید اتوماسیون کنید و ولوم اون لاین، حالا چه مستر باشه چه پری مستر، تو هر لاینی که گذاشتید بقیه لاینا بهش وصله، ولوم رو اتوماسیون کنید و کم کنید، روش کلیک میکنید و میزنید کریت اتوماسیون کلیپ. مثلا توی اون تیکه آخرش میاید ولومش رو یه کوچولو اینجوری فید میکنید به سمت کم شدن، که این داره اون حالت براش پیش میاد، این ولوم کم بشه اینجوری endless، اینجوری ببینید. نبني موطننا ويظل يتفاخر از این مسخره بازی ها برای بعضی از کارها جواب میده. خب بچه ها الان اومدیم ما لول کردیم، خب بعدش چی کار میکنیم؟ الان موقع اینه که ما پلاگین هامون رو بذاریم روی صداهامون و ایرادات صدا رو برطرف کنیم. به همون روشی که اومدیم لول بندی کردیم، با همون اولویت باید این کار رو هم بکنیم. اول کیک، روی کیک چی کار کردم؟ یک کرامر تیپ مونو از ویو باز کردم که یه تیپ ماشینه. بچه کار تیپ ماشین چیه؟ تیپ ماشین کلن ایجاد حس نوستالژی، حس اون گرد بودن کارهایی که توی قدیم بود روی این تیپ ماشین، یعنی با این تیپ ماشینا خیلی خوشم میاد انجام بدم، به خاطر اینکه کلا صداها رو گرد میکنه، یه جور مثلا های فرکانسی رو مثلا انگار یه کوچولو کاهش میده، ولی یه چیزی نیست که به وسیله اکولایزر بشه انجام داد، یه جوری صدا رو گرم و گرد میکنه. یه کرامر تیپ از ویوز باز کردم که مونو هم هست و اینجا این دوتا لینک هم با هم و یه جوری تنظیم میکنم که این از این صفر بالاتر نزنه. بچه ها اگه بره بالاتر اینجا چراغ روشن میشه. هر جایی توی کار با این نرم افزارهای تنظیم و آهنگسازی کار کردی چراغ قرمزی یهو روشن شد، بدون مشکله، یه جای کار میلنگه و توی پلاگین های نشون دهنده که یا اینپوت یا آوتپوت یا گین ریداکشن شما بیش از اندازه است. ببینید بچه این چقدر زیاد داره میزنه، من کمش میکنم که نزنه. ببینید این لینک اینجا، خب اگه این لینک روشن نباشه اینو بچرخونی کاری به این نداره، ولی وقتی این لینک باشه اگه اینو کمش کنی این زیاد میشه، اگه اینو زیاد کنی این کم میشه، یعنی یه جوری میشه که لول صدای شما رو کامل نگه میداره رو جای اصلی خودش و فقط تأثیر پلاگین رو برای شما باقی میذاره و تأثیر این پلاگین ها، این تیپ ماشین ها روی صدای شما خیلی قابل شنیدن نیست. من الان توی مسترینگ همین کار، چون ماکت حالا مسترینگ آنچنانی ندارم، ولی فقط برای اینکه یه کار درست حسابی بدم به سفارش دهنده یه مسترینگ اولیه‌ای میکنم. از دو تا تیپ ماشین استفاده کردم، یه دونش از این، یه دونش هم از ابی رود و هر دوتا رو تست کردم و از این کرامر بیشتر خوشم اومد، خیلی بهتر توی این کار جواب داد و فقط از این توی مسترینگ هم استفاده کردم. خب اینو کم میکنم تا جایی که این ویو میترم روی صفر باشه، بیشتر از صفر نشه. ببینید اصلا قرمزه دیگه، هر چیز قرمزی معمولا یه ایرادی رو داره به شما نشون میده. ببین اینجا چراغ روشن شد دیگه، داره مثلا به همین راحتی یه CL76 کمپرسور خیلی باحالیه گذاشتم روش. ببینید اینجا هم چراغ قرمز روشن بود، یعنی من الان اینجا یه ایرادی دارم. خب حالا ایرادم چیه؟ بریم ببینیم. اول میریم توی اینپوتمون ببینیم سیگنال ورودی ما به این کمپرسور چجوریه، آیا از این صفر بالاتر؟ البته اینجا نوشته -3 ولی شما اینو همون صفر در نظر بگیر، آیا وارد منطقه قرمز میشه یا نه؟ بله. خب چیکار میکنیم برای اینکه این اتفاق نیفته؟ شما باید اینپوت رو کم بکنید. اینپوت بچه اینجا نوشته اینپوت،
ولی این اینپوت اون اینپوت نیست. متوجه شدید؟ کیک رو انتخاب میکنم، اینجا ولومش رو میارم پایین. اینپوت گین خود قبل از ورود به پلاگینه. این اینپوتی که من میگم یعنی صدای شما قبل از اینکه اصلا شما پلاگین روش اعمال بکنی اینپوتش باید درست باشه. این چراغ قرمز خاموشش میکنم، اینپوت رو کم میکنم که اینجا باز دوباره رو محوطه قرمز نره. جد حلم بعيد اصبر. دیدید بچه‌ها؟ خب میریم گین ریداکشن. یادتونه همه جا معمولا میگه آقا گین ریداکشن رو شما مثلا 3 4 نه نهایتا 6 بگیر، معمولا 3 4، ولی من تو 8 9 10 میگیرم و مشکلی برام پیش نمیاد. بریم رو گین ریداکشن. جد حلم بعيد. ببین بچه کلا میکس یه خورده پیچیده است. مثلا همین کمپرسور الان نیاز داره که شما یه 2-3 ساعتی راجبش صحبت بکنید و بعد شما بارها بشینید ویدیوها رو ببینید و یاد بگیرید. یکی از مشکلات اصلی بعد از اینکه شما توی میکس اوکی باشید، توی تنظیم اوکی باشید، توی میکس کار با پلاگیناست که بلد نیستیم. آقا ما میایم فقط میگیم یه گین ریداکشن 3 4 بهمون بده، بعد ما کمپرس کردیم تموم شد. نه، بعضی وقت شما صدا رو دیستورت میکنید و به همون شکل رو همه صداهاتون میاد همین کار رو میکنید به وسیله کمپرسور و نهایتاً توی میکس نهایی یک صدای کدر خیلی بد گوش خراش دارید. خب بعد از اینکه گین ریداکشن هم اوکی بود دوباره اینپوت هم نگاه میکنم جد حلم بعيد. روی همین 3. پس آوتپوت منم باید روی همین باشه. اگه بیشتر باشه از اینجا این بار آوتپوت رو از خود پلاگین کم میکنم. جد حلم بعيد. یه ذره زیاده، باید یه ذره کمش کنم. جد حلم بعيد. نه اشتباه کردم، دوباره میارمش بالا. جد حلم بعيد. ببینید بچه وقتی که اون گین ورودیتون به کمپرسور اوکی باشه، روی همون 0 باشه، حالا بعضی صدا نمیاد رو 0 مثلا همین 12 اینا، ولی بهترین حالتش اینه که روی 0 باشه تا از اونورم خروجی شما آوتپوت، اینجا اینپوت گین ریداکشن اینپوت آوتپوت شما هم روی همون 0 باشه تا شما فقط تأثیر خود پلاگین رو داشته باشید. یعنی اون گرفتن ترانزینت ها و گرفتن خدمتتون عرض بکنم اون شدت ضرب یک دست کردن داینامیک و جنسی که کمپرسور بهتون میده. اگر شما قبل و بعد از کمپرسور افزایش گین داشته باشید ناخودآگاه احساس میکنید که کمپرسورتون یه حرکت باحالی براتون کرده، در صورتی که اتفاقی نیفتاده، بهتون گین بیشتر داده و این باعث اشتباه شده و شما فکر کردید که بهتر عمل کردید. یه کمپرسور گذاشتم به این شکل و بعد یه فاب فیلتر پرکیوسه بعد از کمپرسور گذاشتم و تداخلش رو با کیک با بیس گرفتم. جد حلم بعيد. بچه این قسمت این نقطه برای گرفتن تداخل کیک هم با بیس هم، یعنی قسمتی بوده که توی بیس میخواستم باشه ولی توی کیک نباشه. بیس رو باز میکنم، توی بیس هم اومدم یه نقطه ای رو گرفتم که توی کیک هم بتونم داشته باشم. حالا این نقطه چیه؟ فرکانس 54، اینجا فرکانس 98. خب توی 98 بین کیک و بیس من خواستم بیسم قوی تر باشه. توی 54 البته 54 مرکزش ها، از یه مقدار این ور تا اون ورش بعد در نظر بگیر. توی 54 خواستم که کیکم قوی تر بشه. یه دی بی یک ممیز 7 دی بی کم کردم ولی از این ور اومدم با این ترکوندمش. ببین نمی‌نویسه 12 دی بی بهش اینا دادم. اینا چی بهش میگن؟ داینامیک، یعنی به صورت کمپرس کردم اون تیکر، یعنی این فرکانس هر موقع از این ترشهولد من که اینجاست بزنه بالاتر کم میشه. جد حلم بعيد. تازه کم میشه. من خوب شد الان اومدم اینجا بیشتر کمش کنم. جد حلم بعيد. اصبر وترى تريد. خب من الان میزنم مثلا این چیز شه، سایت چین شه نسبت به کیک، نمیشی و نشو به جهنم. خب
این از کیک، اینم از کیک، اونم از بیس. اکولایزر گذاشتم. خب بعد دوباره به همون ترتیبی که لول بندی کرده بودم. چند ساعت شد؟ چقدر شده؟ کجا می نویسه؟ 1 ساعت شد واقعا. خب سریع بریم و تمامش کنیم. بعد اومدم تو بیس دوباره یه سیل 76 دادم به همون شکل و اکولایزرش هم که بهتون گفتم. بعد از اون روی وکال یه فب فیلتر باز کردم و اضافات رو فقط گرفتم. هیچ چیزی رو بوست نکردم بچه، هیچ چیزی رو بوست نکردم. و چون اگر قرار بود این کار بکنم بعد از کمپرسور میکردم. چرا؟ اینا دیگه خورده پیچیده میشه دیگه. کمپرسور چیکار میکنه؟ اون صداهای بلند رو با اون چیزی که شما بهش میگید میگیره و شما اگه یه چیز رو بوست بکنید خب بعد با کمپرسور دارید میاریدش پایین دیگه. اولا یه جورایی کار خودتون رو هیچ کردید. باز اینجا قرمزه. خب یه تمرینی هم اینجا میشه. میرم تو اینپوت، قرمزش خاموش میکنم. نول خطوة كانت شي مستحيل این که اوکیه، روشن بود. نول خطوة شي مستحيل اونجایی که خیلی محکم میزنه نزدیک 0 میاد. گین ریدکشن هم چند شي مستحيل عالمنا القاسي تحول عالم جميل نول خطوة كانت شي تا 10 میره. حالا این کوچولو کمتر کمپرس کنیم. اینپوتو کم میکنم. شي مستحيل عالمنا این اوکیه. حالا اینپوت چند بود؟ شي مستحيل حالا ببینیم اوتپوت هم رو همون میذاریم با این. شي مستحيل عالمنا خب همونه دیگه، اوکیه. پس یه اکولایزر گذاشتم که فقط کم کردم از صدا. بعد کمپرسور گذاشتم که همین الان هم براتون انجام دادم و یه ویچورال تیپ ماشین از اسلیت دیجیتال گذاشتم. نویزش رو اینجا بستم و اینجا رو هم باز باید دقت کنید دیگه از اون ویومتر از 0 نره بالاتر. شي مستحيل عالمنا القاسي تحول کلا قهوه‌ای شد. اگه دقت کرده باشید صدا کلا از حالت طبیعی به یه چیز قهوه‌ای رنگی شد. ببین این اصلا نباشه. شي مستحيل حالا میبرمش بالا. عالمنا القاسي تحول عالم جميل کلا دیستورت شد دیگه، یعنی دیستورشنه. تیپ ماشین هم دیستورشنن دیگه، کمپرسور ها هم دیستورشن دارن در واقع توشون. پس کم میکنم که رو همون 0 باشه. شي مستحيل عالمنا القاسي تحول عالم جميل نول خطوة خب خوبه دیگه، اینم اوکی. بعد از اینکه این کارو کردم دیگه باقی اجزا همین اسنیری که داشتم یه دونه اکولایزر باز ازش گرفتم، کمپرس کردم به همون شي مستحيل و یه ببینید اینو حالا براتون بگم. این صدا یه خورده کدر بود، من دلم میخواست یه خورده روشن‌تر شه. ببینید اینجا هم یه چراغ قرمز روشن بود الان، دیدید؟ حالا باید بگردیم ایرادش رو پیدا کنیم. ببینید این صدای قبل از اگزایتر همه. الان روشن میکنم، صدای بعدش رو ببینید. دوباره خاموش، حالا روشن. صدا رو روشن تر کردم. یعنی اگزایتر اکولایزر نیستش بچه ها. یعنی اکولایزر رو مثلا من بیارم ببینید، نگاه کنید. من اگه با اکولایزر بخوام اینجا رو بدم بالا، من نهایتا اینجا توی این قسمت ببینید یه خورده چی بگم نویز اضافه میکنه به کار خوشگل نمیکنه. یا اصلا ممکنه بعضی از صداها مثلا تا اینجا صدا نداشته باشن، مثلا تا 12,000 صدا داشته باشه بقیهش نباشه. شما اگه بخواید مثلا توی 15,000 بهش ایر بدی، خب نیست، از چیزی نداره که بخوای زیادش کنی. خب پس عملا فقط داری نویز به هوا داری اضافه میکنی. با اگزایتر میتونی روشن کنید صداتون رو. خب بعد این لوپ پرکاشنه یه دونه
اکولایزر باز فقط کم کردم ازش، یه ترک اسپیسر گذاشتم که نسبت به کیک سایدچنش کنه. اینو میذارم قبل اکولایزر. كنا والله وقلنا يا رب عليك توفقنا ونسجد فرحة ما بيند. خب بعدش میریم رو فیل. توی فیل هم یه چیزی مثل همون اگزایتر هم رو میتونستم بذارم، ولی اگزایتر نداشتم. یه نوع وان ناب برایتر گذاشتم که یه خورده باز به اینم یه حس روشنتری بدم. یه خورده خواستم روشنش بکنم و بعد از این یه با سیلی دادم، اینم چراغش روشنه. نمیدونم چرا این چراغ روشنه، ولی فکر میکنم لابلای کارامون مثلا یه تغییر گینی دادیم که چون اوکی یعنی اینجوری همشون. آره اوکی. یه دونه کمپرس دادم، بعد از کمپرسور اکولایزر دادم و کم کردم. حالا بهتر بودش که من اینو برعکس انجام میدادم، یعنی اول می اومدم اینجا کم میکردم بعد کمپرس میکردم. چیزی که میخواید اضافه بکنید رو بعد از کمپرسور میتونید انجام بدید. اگه چیزی رو قرار کم بکنید میتونید قبل از کمپرس کردنتون کم کنید، صداتون اون چیز اضافه رو نداشته باشه، بعد کمپرس بشه. الان یه خورده بخوام گین بدم به پاساژ. البته من الان به یه هدفون آدیو تکنیکا خیلی معمولی دارم گوش میدم. مانیتورینگ های خودم HS8 یاماها است. الان ممکنه یه خورده اشتباه بکنم ولی خب بگذاریم. کلپ هم به همین شکل اکولایزر دادم اینجا، ببینید به این شکل وحشتناک از تداخلش گرفتم. نترسید بچه ها، تا جایی که صداتون خراب نشه حرکتتون رو بزنید، چون شما هر چقدر صدا بیشتر داشته باشید توی میکس برای هر صدا فضای کمتری باقی میمونه. بنابراین باید کاری کنید که توی جمعیت، توی اون کلیت صدای اوکی داشته باشه. تکی شاید خوب نباشه، شما یه فرکانسی رو ازش گرفتی ولی توی کلیت میتونه اوکی باشه. جیغه که هیچی نمیخواست، یه اکولایزر گذاشتم فقط یه ذره تداخل ازش گرفتم و یه هایکات و لوکاتی کردم. تنبورین منم یه اکولایزر داشته، باز اینجا ببینید چقدر من کم کردم و باز یه دونه کمپرسور. ریلیز رو میدم بالا. این کمپرسور یه چیزش که هست فرق میکنه با کمپرسورهای دیگه. در واقع این 1357 نشان دهنده سرعت هستن، یعنی مثلا 3 میلی ثانیه نیستش، 5 میلی ثانیه نیستش. نشون دهنده اینه که سرعتش رو 3 باشه، 4 باشه، 5 باشه، 6 باشه، 7 باشه. هر چقدر ببرید بالاتر در واقع شما دارید ریلیز رو کوتاه‌تر میکنید. متوجه میشید؟ فکر نکنید که هرچی میبرید بالاتر ریلیزتون بیشتر ادامه پیدا میکنه. در واقع برعکس عمل میکنه. اتک هم دقیقا اینجوری، هر چقدر کمش کنید یعنی تندتر حرکت میکنه، یا عذر میخوام کندتر، اتکش کندتر میشه، آرومتر وارد میشه. هر چقدر که زیادش کنید سریعتر. آقا با سرعت 7 تا برو تو. خب کرش اصلا هیچی، کلا کرش هیچ کاری باهاش نداشته باشید، فقط یه نویز اضافهش رو بگیرید و یه تداخل ازش بگیرید. ببینید روی این قسمت آنالیزر وقتی روی سایدچن روشن باشه، نقاط قرمزی که به شما نشون میده توی کار نشون دهنده تداخله. میگه آقا این فرکانس ها توی این صدا الان با فرکانس های دیگر صداها توی این بخش تداخل داره. هنوز قرمزه، هنوز اینجا قرمز بود ولی خب دیگه نمیشد، دیگه بیش از حد میگرفتم دیگه تموم میشد. دوباره با اکولایزر اینجا اومدم برای شیکر، باز همین حرکت رو کردم، اضافاتش رو گرفتم، کمپرس کردم، بازم به همون شکل. کمپرسور مورد علاقه من و یک کیک استارت گذاشتم که باز این هم میتونم همون اول بذارم. خب
دیگه بعد میمونن اینسترومنت هامون که باز میریم اول روی اود هامون چیکار کردیم. اینجا هیچی نداریم. روی خود اود رو باسش یه اکولایزر گذاشتیم. میبینید این نقطه قرمزه، سعی کردم اینو یک تا یه حدی کنترل بکنم. زیاد کار خاصی باش ندارم. و بعد یه دونه کمپرسور گذاشتم، پویک چایلد. آخر من اصلا اینو بخونم چی نوشته. پویک چایلد 670. اصلا شما سرچ بکنید توی براوزرتون، بزنید 670، یه سری از این پلاگین ها میاد. مثلا تیرکس هم داره. میبینید به صورت مجزا برای سمت چپ و سمت راستتون کمپرس داره که دوتا رو با هم لینک میکنید و هر دو لاین کمپرس میشن. اگر احیانا دیدید اینا کمپرس نمیشن، اینجوری بودن مثلا، ببینید اینپوت گینتون رو از اینجا میتونید اضافه کنید. ولی اگر ویو شیپتون باشه، یعنی خروجی ویو گرفته باشید، از همونجا به این شکل میاید روی این قسمت و صداش رو زیاد میکنید که اینپوتتون اوکی بشه. این کاری که من کردم الان اوکی نیست. و بعد اینجا ترشهولدتونه میتونید تغییر بدید. نخواستم خیلی بیش از اندازه بهش چیز بدم. بعد اومدم مثلا رو گارمونم فقط یه اکولایزر گذاشتم. ببینید بچه اصلا نیاز نداره من روی کمپرسور بذارم. کمپرسور بذارم که چی بشه؟ فقط کارم دیستورت کنم. پس نمیذارم. پیانو کوردم هم ببینید فقط یه اکولایزر داره. استرینگ هم یک اکولایزر داره. سینت پاساژ یک کیک استارت گذاشتم فقط به خاطر جنسی که میخواستم، یعنی تداخل نخواستم بگیرم. ببینید اولش تاثیر نداره، ولی از اونجایی که دیگه ریتم شروع میشه سایت چنش هم شروع میشه، چون صداش ادامه داره دیگه. ببینید و بعد از این به وسیله C1 از پک ویو، کمپرسور C1 به صورت استریو، C1 کمپ استریو کمپرسش کردم. از اینجا ریشیو رو گذاشتم روی 4 و بعد ترشهولد رو تغییر دادم. این ترشهولدمونه. من یه گین ریدکشن 5 اینا گرفتم ازش. اصلا صدای مهمی نیستش. تازه اینم خیلی لطف کردم براش یه کمپرسور گذاشتم. واسه پلاک هامون یه دونه پلاک هامون بیشتر حالت لید داشت. ببینید بذارید کجا بود. ببینید بچه‌ها این نمونه یه صدای کثیفه، توش یه نویزی میشنوید. این الان یه اشتباهی بوده که من کردم، ولی بی خیالش شدم به خاطر اینکه حالا جنس رو دوست داشتم، ولی گفتم حالا بی خیال، این یه دونه مهم نیستش. اینو سایت چین کردم با کیک استارت و دومیه رو هیچ کاری نکردم، ولی تو باس ترکشون یه دونه فاب فیلتر گذاشتم. خب و یه کمپرسور C1 باز برای اینا. خب از اینم که بگذریم، بیسمون هم که دیگه اصل داستانه. واسه ساب بیس که شروع کار، ببینید یه CLA 76 مونو باز گذاشتم. اتکش آرومه ولی میتونه تند باشه، ولی ریلیزش خیلی سریعه. یعنی میخوام بعد از اینکه کار کمپرسور تموم شد سریعا عقربه برگرد، کمپرسور سریعا برگرد رو حالت صفر و صدا به محض که اومد دوباره بره. یعنی کمپرسور مثلا در حال عمل کردن باشه بعد سیگنال جدید بیاد، درست نیستش. بعد کمپرسور ریست شه و سیگنال جدید که اومد دوباره کمپرس بکنه. خب و یه اکولایزر برای گرفتن تداخلش با کیک. میبینید از زیر ببینید شیپ کیکو داره نشون میده.
همین دیگه. نه مولتی بند کمپرسور هیچی نیاز نداشتم بذارم. اصلا بهتون میگم کمترین تغییرات رو توی کارتون، کمترین پلاگین رو استفاده کنید توی کارتون و مطمئن باشید بهترین نتیجه رو میگیرید، به شرط اینکه اصول کار رو بلد باشید. گفتم کمپرسور کردن فقط نیست گین ریداکشن بگیریم، بعد هر چی که شد مثلا این آوتپوت رو کم کنیم، کمپرسور رو خاموش کنیم، روشن کنیم، ببینیم صدامون کم و زیاد نشه، مثلا ثابت مونده باشه. این نیستش. حالا من شاید در آینده یه پکیجی آماده کنم، ولی بچه‌ها واقعا انرژیشو ندارم، چون از طرفی درسته که من فعالیت کم میکنم، ولی یه جورایی یه سیکلیه. از طرفی من آموزش کم درست میکنم و از طرفی هم هنرجوها کم حمایت میکنن و این دوتا هر دو این دور یه دایره هن. یعنی این دلیل اونه، اونم دلیل اینه و تا وقتی واقعا انرژی نگیرم نمیتونم آنچنان وقت بذارم با عرض پوزش. ولی یه سری بد اخلاقی ها هم دیدم. خب من که رایگان آموزش میدم به همه و خیلی از بچه‌ها هستن که با من در ارتباط هستم و به صورت خصوصی از من سوالاشون رو میپرسم و تا جایی که بلد باشم بهشون میگم. من خیلی آدم کار درستی نیستم، ولی تا جایی که بلد باشم بهشون میگم و متاسفانه وقتی که من دارم میام این کار رو میکنم، خب طبیعتا احتیاج به دستمزد دارم. حتی اگر نیاز مالی هم نداشته باشم که دارم، باز هم اون دستمزد کمک میکنه که یه نیروی محرکه است برای اینکه آدم به اون کار ادامه بده. شما اگر یه کاری بکنید همیشه مجانی باشه، دیگه اصلا خودتون رغبت نمیکنید، چون میبینید چیزی برای شما نداره و این طبیعیه. من پکیج‌های پاساژ، لوپ اینا میدادم به بچه‌ها با قیمت‌های خیلی پایین، مثلا 100 تومن، 200 تومن، 300 تومن و بعد متاسفانه دیدم یه جاهایی توی یه گروه‌هایی همون پکیج منو طرف خریده، بعد میبره میفروشه بین اون و این واقعا من دل سرد کرد، چون قبل از اون تصمیم داشتم یه پکیج میکس و مسترینگ آماده کنم برای فروش، نه رایگان، ولی من دل سرد کرد. خب بگذاریم. برای بیسمون هم اول یه دونه کمپرسور سی LA 76 گذاشتم، همون 1176 بیسمون از اینجا میاد. بچه هم این چه بیس خوش صداییه. این بیس رو از VSB Avenger گرفتم. توی خود پریست های خود فکتوریش توی قسمت بیس یه دونه از BA Simple E بیس. این خیلی بیس باحالیه، شبیه گیتار الکتریکه، خیلی خوشم اومد. فکر کنم سیستم هنگ کرد و ما باید همینجا خدا نگهداری کنیم با همه. نه درست شد. یه کمپرس کردم دقیقا مثل همون کاری که قبلا بهتون گفتم و بعد یه اکولایزر باز قبلا بهتون نشون داده بودم برای تداخل با کی و تمام. همین اینجا هم میذارم. هدرومم رو ببینید. بچه من تو بدترین حالت 4 dB هدروم دارم. حالا اونجایی که وکال تو اوجشه خب بچه من اینو فقط توی چند دقیقه‌ای یه مستر کردم برای اینکه بدم به مشتریم، بهتون نشون میدم. مستر نهاییش این شدش. ابراهیم ماکت. حالا اینو من میگم خیلی تون انجام دادم، خیلی اصولی نیستش ها، ولی من خواستم اینجا بهتون کلیات و اصول کار رو بگم. به عدد و رقم و اینجور چیزا توجه نکنید. شما با یه دونه 2 تا کمپرسور، یکی 2 تا اکولایزر میتونی کل کارتو تموم کنی با حالا مثلا چند تا پلاگین دیگه. یعنی ما هر کدوممون 600 تا پلاگین توی سیستممون داریم که من مثلا وقتی میرم توی پلاگینام خیلی اینا رو اصلا نمیشناسم، یعنی یادم رفت مثلا از پلاگینای ملدا خیلی پلاگینای خوبی داره میدونم، ولی استفاده نمیکنم. اصلا راده اصلا خوشگل نیستن، وقتی باز میکنم اصلا حال نمیکنم با این شکلش. میدونی چی میگم؟ چون اولین بارم هم هست معمولا میخوام از اینا استفاده بکنم، حالا بگردم پیدا کنم اینجا اصلا حال و حوصله‌اشو ندارم، وقتش هم ندارم. امیدوارم که این آموزش به دردتون بخوره و حمایت کنید، هرچند که میدونم نمیکنید، ولی خب
نهایتا امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جا که هستید. خدا نگهدار تا ویدیوی دیگه.